میروی تو؟ بروی. اگر در وسط جاده حرکت کنی این جانوران آسیبی به تو نمیرسانند. با آنکه زمین ته دره همواره است، اما من دوست دارم از بالای کوه بروم. فکرت درست است. هوای پایین دره دلگیر است. علاوه بر آن از بالا بهتر میتوانیم اطراف را تماشا کنیم. آری. درست است، برویم. بدبخت نمیداند این تصمیم او به خاطر این است که در جوانی طالب بلند پروازی بوده است. نمیداند چه بلایی بر سرش میآید. ای ملعون، در این بلندی عجب تماشا و سیاحتی کرده بودیم. ای کاش از ته دره رفته بودیم. هر کس که تکبر بورزد خداوند او را فرو میگذارد و هر کس که برتری طلبد خداوند بینی او را به خاک میمالد. شما اینها را خوانده اید و عمل نکردید، پس تمام بلاها حقتان است. بهتر است که از ته دره برویم. ای هادی، کجایی که حال مرا ببینی؟ بعد از اینکه تو در دنیا مردود شده ای، از دست عادی تو چه برمی آید؟ الحمدلله زخمای بدنم خوب شده است. سلام علیکم. و علیکم السلام. در راه بر تو چه گذشت؟ الحمدلله، اگر بدی هم بود با دیدن شما رفت شد، اما چند نفری از من عقب ماندن و سیاهانشان آنها را نگه داشتند. البته سیاه من هم خیلی مرا وسوسه می‌کرد، اما من به لطف حق گوش به حرفش ندادم و از من عقب افتاد. انشالله دیگر به من نمیرسن. متاسفانه آنها از ما دست بردار نیستند و در منازل بعدی شاید با ما بجنگند. ما بدون اسلحه چگونه با آنها بجنگیم؟ اگر در دنیا اسلحه آماده کرده باشیم حتما در منازل بعدی به دست ما خواهد رسید، اما اگر سلاح آماده نکرده باشیم نمیدانم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. الحمدلله.
الحمد لله رب العالمین. برویم استراحت کنیم که صبح زود باید حرکت کنیم. اینجا شهر محبت است و آنهایی که در محبت اهل بیت علیهم السلام به سرحد عشق رسیده‌اند اینجا منزل می‌کنند. دوستی علی علیه السلام حسنه است که هیچ گناهی نمیتواند به آن زیان برسد.